شما بینید که هیچ کار کرد ابوبکر که برادر عزیز ولی یه حدیث در خانم قرائت کردم خودم که شما راحت میدونم خودم بسیار لذت بودم میگه که ابو هریره روایت میکنه حدیث جناب هم بخاری هم مسلم میارد حدیث متفق علیه است میگه که انا پیامبر گفته است که من انفق زوجین فی سبیل الله دعی من ابواب الجنه یا عبدالله هذا خیر میگه کسی اگر کسی 2 درهم یا 2 دینار زوجین هر خیلی معنا میکنن یا 2 تا مثال 2 تا شتر یا 2 تا گاو یا 2 تا گوسفند اگر 2 تا باشه اگر میگه در راه الله خیر کند میگه دعی من ابواب الجنه میگه میدونی که درهای جنت چی میگه یا عبدالله هذا خیر ای بنده خدا ای خوش به حالت چی کاری خوب کردی درهای جنت میگفته خوش به حالت میگفته است این تا کاری خوب کردی این تا کاری نکردی برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن اینا بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان هم زبان عربی قدی نویسه هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش هم ترجمهش هسته انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست هم با زبان عربی نویسه هم با زبان کریلیکی نویسه هم ترجمهش با زبان تاجیکی است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در دوم حدیث میگه که من کان من اهل صلات دعی من باب صلات هر کسی که اهل نماز باشد دروازه جنت میگفتهش بیا فیرادش میکده مقصد بیا جای تو اینجا است و من کان من اهل صدقه دعی من باب صدقه اونجا دروازه است در وقتی آدمی که در دنیا سخی باشه دروازه سخاوت به دست میگفته ای سخی اینجا بیا اینجا باید جای تو اینجا میگه در اینجا میگه و من کان من اهل صیام کسی اگر در دنیا روزه داشته است دعی من باب ریان اونجا ای دروازه ریان یک دروازه است خاص برای روزه داره نامش ریانه او فرمود اینجا بیا اینجا جایت هر کسی ای اهل جهاد باشه میگه دروازه جهاد فیرادش میکنه بعد حضرت ابوبکر میگه در اونجا گوش که سخن پیامبر گفت یا رسول الله انت ابی و امی پدرم مادرم فدای تو باد هل یدعا احد من کل ابواب الجنه آیا هسته یگان آدمی که همین درهای را که نام گرفتی همش هم یک آدم بخوانند فریاد کنه همش ایتا علایده نیود همش با یک زبان همین یک آدم فریاد کنه هسته میخیل آدم در امت داری حضرت چی گفت ارجو ان تکون منهم ارجو ان تکون منک گفت امیدی من همایی که ابوبکر توی همون توی که تمام درهای جنت منتظری تن همه و فیراد میکنن ابوبکر پیش ما بیا ابوبکر باید نزد ما بیا همه عاشق تن همه اونها محبای تن همین ابوبکر که این درجه داره چی میگه میگه وقتی علف همیدی گریه میکرد میگو ای کاش پروردگارا همین علف میشیدم تا یک حیوان مرا میچرید میخورد من ابوبکر را میشیدم میگه وقتی پرنده را میدید میگو ای خوش به حال تو میخواهی میپری میخواهی میشینی میخواهی زیر سایه دخته میگیری میخواهی لب آب تا میره آب میخوری با روز قیامت هیچی حسابی نداره وای به حال من ابوبکر برادر عزیز اگر آدم خدا ترس شود به خدا قسم بسیار آدمی بگیم همین چهل بگیم یک تأمین کننده امنیت ایو
او بسیار در همین اگر همین سکسه ما ایستادگیم اگر همین جا مردمش خدا ترس باشد یک اون وهم ترس دیگه ما نداریم. درم در کش آهوی میمونم، دخترم هم در کش آه بیرون میبراید، هیچی پروا ندارم دیگه. زیرا میدونم که این مردم از خدا میترسن. برای همین این خیلی و خیلی این درسای مهمی بود که این پیامبر و این جوان فهمون که از الله بترس. خواه در پنهانی باشی خواه در آشکارا باشی از الله بترس. دیگر گفتش زبان تا نگه بدار، هیچگاه خلق مقصد با زبانت آزار ندی. همچنان لقمه تا نگه کن تا از روی حلال باش. برادر عزیز این اگر چنده که اشاره بسیار جوان باشد این تاکید برای ما هم هست. ما هم باید از خدا بترسیم، ما هم باید زبان را کنترل کنیم، ما هم باید لقمه را نگاه کنیم که از راه های حرام نباشه. برادر عزیز اگر ما هم همین را رعایت کرده بتونیم، همو فیها علم الاولین و الاخرین گفت، در او علم اول و آخره، ما هم علم اول و آخره برخورداریم. خدا کنه برادر عزیز که این مصلحت‌هایی را که این پیامبر نازنین داد ما و شما را توفیق دهد که ما از زمره همان نفرها باشیم. الیتیم و المرأة از پروردگار را ما روز قیامت از پشتی دو نفر دفاع میکنیم، دو نفر پشتیبانی میکنیم. حق اینها را من از نزد خودت ای الله مهربان طلب دارم. اینا کیان؟ یکم حق نفری که کسی در دنیا یتیمی را که حقش خوردگیه. کسی در دنیا حق یتیم خورده است، پیامبر میگم من روز قیامت او خوردگی تا زهر تنب میکنم. من شکایت من میبرم پیش خداوند. تصور کنیم برادر عزیز که وقتی که پیامبر دعوا کنه این کاری آسانه. پیامبر پیش الله بگه که ای خدا، یا الله تو خود میدانی و لیکن من در دنیا قصد کرده بودم، در پیشم وظیفه گذاشتم که من همین دو آدم باید که مقصد جزاشون تو بتی، من ایرا تصمیم گرفته بودم. تو میدونی خود اگرچند این همین نفرها خورنده مال یتیم که الله مهربان در قرآن میگه که اینها مال یتیم نخوردن، اینها آتش جهنم خوردن. و آیت قرآن ثابته که اینها آتش جهنم خوردن. من خودم شاهد این کارهای ما را در همین خیلی مسئله ها هم بردن که بیا حاجی بابا که حق یتیمامون خورده استن، بیا همین مردکا با پدراشون همشون حاجی هم، بیا در همین جا داخل شمی کار حل کن. ما رفتیم الحمدلله رب العالمین ما تأثیر ما نگذاشتیم. ولی اگر تأثیر نمیگذاشتیم همون مردکا همین همه تیار همین را همشون محروم میکردن، حقی را میگرفتن. از این لحاظ پیامبر میگه که من دعوا میکنم یک، یعنی دو، و المرأة کسی در دنیا زن ظلم کرد، کسی در دنیا زن مقصد بیهوده گفتی شما برادر عزیز اذیت داد، در آمد حقارت کرد، در آمد کاراش برار نگرفت، به غضب و به حقارت و به مشت مقصد از همون زن قصش از همون زن گرفت. پیامبر گفت این نامردار هم من نزد خدا شکایت میبرم که الله مهربان از اینها مقصد قصاص بگیره. چرا اینها در دنیای کار کردن؟ برای همین برادر عزیز و گرامی خیلی ظلمایی، خیلی ظلمایی که ما در حق زنها همین خیلی جفاها کنیم. همین خیلی نام آورد تا زمان اسلام
خیر تاریخ ها آزیره که همین قدر آدم های دانشمند مثل همین افلاطون، مثل سقراط که یکی از دانشمندای یونانی بودن، همین ها چی بودن؟ همین ها چی میفتن؟ میفتن که همین زن در گرد زن بحث داشتن که همین آدم هست یا نه؟ همین ما در قطار آدم بمانیم یا نمانیم؟ بسیار کاری زن مردم به حیث چیز بود، میفروختیش، میکشتیش، میزدیش، یگان جزا دیوارش نبود. زمان اسلام آمد، این زنها برادر عزیز حق پیدا کردن. این زنها مقصد به خودشون خوشبختی را احساس کردن. یعنی اسلام اجازت نمیده. یکی از حقایی که زن برای مردک دارد ولی تذریب الوجه میگه شما زنها را نزدید. دیگر حقی که زن دارد ولا تقبیح، زنه که حق نداره که حقارت کنید. برادر عزیز همین جوان مردیه که همین زن عروس کنید یا چطا فلان کنیم این شرکی بیشتر تحتی همین جوان مردی هم تا آچه نداری بدبخت در کنی و تط فلان ولی من از زنگ میزنن میدونی گل من فتوا میباز کنم ولی من از زنگ میزنن بابای داملا بابای حاجی چی میگوی؟ پس بچه میگه همین زنم میگه که در دهنت فلان کنم خب همین طلاق ما چی میشه؟ نیکوی ما چی میشه؟ همخیلی پیش خود گفت نه تو چیش گفتی؟ من خیلی من حقارت کردی یا چیش گفتی؟ خیلی مقصد آچه تا گفتم آتا تا گفتم خیلی جیگان گفت نیست که اخی درست کرده که اخی تا که مثال درم کنی آچهش گفتی و میگه درم کنی آچه این آتای من فلان کنم این باید همین خیلی باشه چی با که تو دشمن میکنی زن طلاق نمیشیده یا؟ زنک دشمن میکنی تو طلاق میشیده چی با؟ این تعلیم که شما را کی داد؟ این برتری را با شما الله بزرگه یا تو؟ الله میگه هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. تو لباسی زنی زن لباسی تو هست. او الله بزرگه یا تو بگوی در فلان یا چه تو او خب کنه باز من دو گفته هستم زنکارا که بگین شما بگو که با چای تو نوتای من فلان کنه انا این نمز میشتوه خیلی سوال دو دسته تا کن